سلام و هزار سلام به شما رفقای با مرام موشکاف. میگم هرچی دم به نظام بیشتر تو تله توافق ژنو گیر میکنه، وضعیت گیج ملنگی عظما هم بیشتر میشه. یه گیج ملنگی من میگم، یه گیج ملنگی شما میشنوی. حاجی قاط زده هزار تا ما در صحنه ها حضور پیدا میکنیم، اما اینایی که این شکلی با ملت ایران سخن میگویند، یه روز بحث انرژی هسته‌ای و یک روز بحث حقوق بشر، فرمود هر کس میخواهد از حقوق بشر سخن بگوید اما آمریکا حق ندارد. اگر ملت ایران و مسئولان ایران وارد مذاکره شدن، نه این که به علامت تسلیم دستها را بالا بردن، فرمودن هر موقع ما مصلحت دیدیم، در هر جا صلاح دیدیم مذاکره میکنیم برای دفع شر دشمن. به پا نیفتی جان موشکا. فهمیدید بالاخره حرف این اورانگوتان چیه؟ از یه طرف میگه تو صحنه، از اون طرف میگه انرژی هسته‌ای، از یه طرف میگه دستمون نرفته بالا، از اون طرف میگه مذاکره میکنیم. ما هم میگیم عوارض زهرخوری زیاد شنیده بودیم، اما آرزه رودل کردن دیگه خیلی جدیده. حالا قاطی تر از این شربت مداریه که بیا و تماشا کن. تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بیوقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم. اول اینو میگه، بعد یهو دمر میشه رو منقل عظما. حریف در مقابل حسن ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد. توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد. بعد از این لنگ و لگدا یهو دوباره میره تو کار نرمش ذلیلانه و موس مذاکره. اما نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست. جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به قوانین شناخته شده بین المللی متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد اصلاح کند. یکی نیست بپرسه آخه قیقاج، تو که گفتی توافقنامه وجاهت قانونی نداره، تو که گفتی قورباغه است، پس چی جوری میخوای اصلاحش کنی؟ وقتی گنداب ولایت اینجوری بالا میزنه سر و کله تیویریش هم پیدا میشه تا این فضاحت رو ماسمالی کنه. حالا نتیجه رو ببینید. نمای نزدیک حاج حسین شریعت مداری و دکتر ظریف در ختم مادر آقای ظریف. عادت کرده ایم در سوگواری هایمان با هم مهربان شویم، چرا در نقدها و پاسخ به نقدها مهربان نباشیم؟ نقد کدوم ماست بند؟ اسمش گرگ دعواست. شکاف نظامو نمیشه با ختم ننه ظریف ماسمالی کرد. هر گوشه عبای ولایت رو که بگیری جر و با جره. تا اینجا از گیج خوردن مهرهای باند خامنه گفتیم، حالا اینم یک کله ملق از معاون ظریف. رایزنی در پایتخت‌ها. معاون وزیر امور خارجه کشورمان پس از بازگشت از ژنو گفت در مذاکرات 2 روز گذشته در ژنو به توافق نرسیدیم، اما به راه حل رسیدیم. آقای عراقچی افزود در این مذاکرات راه حل‌هایی پیشنهاد شد و درباره آن بحث‌هایی صورت گرفت که مورد توافق واقع نشد، اما مقرر شد راه حل‌ها به پایتخت‌ها برده شود. بله، این تب و لرزا همه واسه خاطر همون یه جرعه زهر ژنوه. علی گدا، جامای بعدی رو که رفتی بالا
اون وقت بهت میگم دنیا دست کیه. عظما وضع درام اندر درامه، بگی منو. کوسه امشب مثل هر شب جام زهر تو دستمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه چشم به تحریما چشم دیگم به هستمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، یه گیلاسی خوردم بسمه، من یه طلسم شکستم آخر عقب نشستم، چلوندنم اساسی دیگه